جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. درس 21 فصل ریا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذلك العجب. در هر عمل از اعمال نیک که ریا وارد شود پاداش آن را باطل می کند و همچنین خودخواهی. ریا چیست؟ ریا کار است که عمل نه برای راضیگی الله تعالی انجام داده شود بلکه برای کسب و شهرت و نام و تعریف و توصیف شنیدن از مردم انجام داده شود. این است ریا. سمعه کار است که در اجرای آن رضای خداوند مشاهده نمی شود بلکه به آن خاطر است که مردم بشنوند. چنین ریا و سمعه در عمل ظاهر شود، چی در ابتدا یا میانه و یا انتهای عمل، پس شخصی عمل کننده ظلم کرد به نفسش و عمل را طوری که لازم بود انجام نداد. از اینجا این شخص نه این که ثواب می گیرد بلکه گناهکار هم می شود، زیرا ریا و سمعه از جمله شرک اصغر می باشند، یعنی شرک خرد. نگرید به سوره کهف آیه 110. برای آنکه عملها قبول شوند باید آنها از شرک پنهانی و آشکارا خالی باشند. اگر در عمل قصد ریا و سمعه با قصد طاعت و عبادت ظاهر گردد، یکی از آن غالب آید یا هر دو برابر باشند، البته این ثواب را باطل کرده و این شخص گناهکار می شود. روایت شده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخص عمل را برای رضای الله تعالی بجا آورد و همزمان باز کسی دیگری را بجز خداوند شریک دانست، پس باید که ثوابش را از غیر الله تعالی درخواست نماید. به درستی که الله تعالی غنیمت ترین شریکان است، یعنی الله تعالی به شریک نیاز ندارد که بجز او در اجرای عمل کسی دیگر شریک دانسته شود. الله تعالی عمل را قبول کند که خاص برای رضای او باشد. درویگی در اجرای عمل نشاید. و کذالک العجب. و این چنین عجب هم مثل ریا و سمعه اجر عمل را باطل می سازد. عجب آن را گویند که شخص به خود می فخرد، می نازد، منمنی می کند. اساساً باطل کننده عمل همین سه است. غیر از این دیگر گناه ها نیز باعث دورگردیدن ثواب عمل شده می توانند، ولی همه آنها اساساً بر این سه که در بالا ذکر کردیم داخل می شوند. خلاصه دور کننده اجر کار فساد است که آن عبارت از سه: ریا، سمعه و عجب می باشد و دیگر باطل کننده های عمل هم تحت این سه شاخه قرار دارند. این بود درس امروزه برادر و خواهر عزیزم. از ریا و خودنمایی دوری جوییم که اینها سبب باطل کننده همه اعمال های ما می گردند. هر آن عملی که ما انجام می دهیم اگر خاص برای راضیگی او الله تعالی باشد، انشاءالله این عمل ها را خداوند قبول می گرداند. و اگر در این عمل ها ریا و خودنمایی باشد، بدانید که این عمل ها همش برباد می روند و به همین سبب یگان ثواب برای آخرت نماند و این چنین برای ریا کردن باز هم گناه گرفتید. خداوند از این عمل ما را نگه بدارد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.